گیلویه رئیس قبیله زمیگان. یکی از 5 قبیله بزرگ کوچنشین جنوب زاگرس که پس از فروپاشی امپراتوری ساسانی همچنان به حیات خود در کوهستانهای جنوب زاگرس ادامه دادند و با حاکمیتی ییلاقی قشلاقی و برخورداری از بیش از 3000 مرد جنگی یک زم یا ایل بزرگ را تشکیل داده بودند. قبایلی پارسی تبار که از نخستین سده‌های ورود اسلام به ایران به زموم پارس معروف شدند. گیلویه رئیس یکی از این قبایل یعنی زم بزرگ زمیگان بود که کوهستان‌های شمالی و شرقی بلاد شاپور را محل استقرار ایل پدری خویش ساخته بود. 2 قرن پیش از آن که او به دنیا بیاید، اعراب مسلمان پرچم اسلام را در غرب آسیا برافراشته بودند و ایران در قلمرو مسلمانان قرار گرفته بود. اما از آنجا که این فاتحین تازه کار فاقد تجربه کافی در حکومتداری، آن هم در قلمروی